سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یک روش، یه تکنیک خاص برای آرامش ذهن و بدن. این روش از متنی که برامون فرستادید استخراج شده. اسمش هست ریشه تنفس نور. اینطور که به نظر میرسه یه جور راهنمای عملیه که 3 تکنیک آشنا رو، یعنی تنفس، آگاهی از بدن و تصویرسازی ذهنی با هم ترکیب میکنه. بله، ترکیبش جالبه. هدف اصلیش هم طبق همین متن ظاهراً اینه که اضطراب رو کم کنه، ذهن رو آروم کنه و خب یه آرامش عمیق جسمی بیاره. نکته‌ای که روش تاکید شده اینه که ساده است ولی قدرتمنده. آره، این سادگی و قدرت همزمان مهمه. میگه مثل یه ابزاره که همیشه میتونه همراهتون باشه. خب مأموریت ما امروز اینه که قدم به قدم مراحل این تمرین رو باز کنیم، ببینیم چطور کار میکنه. بله، و فکر میکنم نکته کلیدی همین ترکیب و ترتیب مراحل باشه که گفتی. یعنی تنفس آگاهانه، اسکن بدن، تصویرسازی. اینا رو جدا جدا شاید شنیده باشیم، اما اینکه چطور پشت سر هم میان و در یک فرایند مشخص قرار میگیرن، اینه که این راهنما رو خاص میکنه. آها، پس اون کنار هم قرار گرفتنش مهمه. دقیقاً، راهنما خوب به ارتباط ذهن و بدن اشاره کرده و اینکه چطور از ابزارهای درونی خودمون استفاده کنیم. و جالبه که از اولش هم گفته اگه حواستون پرت شد ایرادی نداره. آره، این خیلی نکته خوبیه. خیلی واقع بینانه است. میگه فقط آروم توجه رو برگردونید به نفس یا راهنمایی. این نشون میده هدف کمالگرایی نیست، خود تمرین بازگشت به آرامشه که مهمه. این مهمه چون خیلی‌ها فکر میکنن اگه حواسشون پرت شد یعنی دارن اشتباه انجام میدن. خب پس بریم سراغ مرحله اول، آماده سازی. راهنما میگه اول یه جای آروم پیدا کنید، جایی که کسی نیاد وسط تمرین. یه فضای امن شخصی در واقع. بعد یه وضعیت راحت. حالا نشسته روی صندلی، زمین یا حتی درازکش. مهم اینه که ستون فقرات صاف باشه. بله، برای جریان بهتر انرژی به اصطلاح. بعد چشما رو ببندید و دستها رو بذارید روی شکم و فقط چند لحظه به نفس کشیدن طبیعیتون توجه کنید بدون کنترل کردنش. دقیقاً، این مرحله به ظاهر ساده، کارش خیلی اساسیه. انگار داره ذهن و بدن رو کوک میکنه برای آرامش. کوک میکنه، چه جالب. آره، وقتی آگاهانه یه جای آروم انتخاب میکنی، راحت میشینی، چشاتو میبندی، داری به سیستم عصبیت سیگنال میدی که وقت استراحته. متوجهم. مثل اینکه پرده ها رو بکشی قبل خواب. گذاشتن دست رو شکم هم کمک میکنه از فکرهای روزمره جدا شی و بیای تو لحظه حال، به بدنت وصل شی. یه جور پل زدن از بیرون به درون. کاملاً. ایجاد یه حریم امن برای دقایق بعدی تمرین. خب پس این آماده سازی خودش یه مرحله آگاهانه است. حالا بعدش چی؟ میریم سراغ تنفس سلایه. اینجا یه الگوی تنفسی خیلی دقیق داده. اینجوریه: اول دم از بینی، آروم و عمیق تا 4 بشمارید. 4 شماره دم. بعد نفس رو نگه دارید برای 2 شماره. حبس کوتاه. بعدش بازدم، خیلی آروم و طولانی تر، از دهان تا 6 بشمارید. 6 شماره بازدم. و در آخر یه مکس کوتاه دیگه برای 2 شماره، بعد دوباره شروع میکنیم. پس شد 4 دم، 2 حبس، 6 بازدم، 2 مکس. دقیقاً. راهنما میگه این چرخه رو 10 بار تکرار کنیم. خب این تأکید روی بازدم طولانی تر، 6 ثانیه. برای چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که به نکته علمی ماجرا میرسیم. این الگو مخصوصاً بازدم طولانی تر سیستم عصبی پاراسیمپاتیک رو فعال میکنه. همون سیستم آرامش بدن؟ آفرین، همون سیستم استراحت و هضم. وقتی بازدم طولانی تر از دم باشه به مغزت سیگنال میدی که همه چی امنه، میتونی ریلکس کنی. در نتیجهش ضربان قلب آرومتر میشه، فشار خون ممکنه یکم بیاد پایین، عضلات شل میشن. پس واقعا فیزیولوژیکیه. بله، راهنما هم اشاره کرده که با دم انرژی بگیر و با بازدم نگرانی ها رو بده بیرون. این فقط تصویرسازی نیست، داری فعالانه بدن رو میبری به سمت آرامش. اون 10 بار تکرار هم برای همینه که اثرش تثبیت بشه، بدن عادت کنه.
پس با کنترل نفس انگار دکمه آرامش بدن رو فشار میدیم. عجب. خب بعد از 10 بار تنفس ریتمیک میرسیم مرحله سوم، مدیتیشن آگاهی بدن. راهنما میگه حالا توجه رو ببریم توی بدن و بچرخونیمش. از پایین شروع کنیم، انگشتای پا، کف پا، مچ پا. یه جور اسکن کردن بدنه. آره، بعد آروم آروم بیایم بالا. ساق پا، زانو، ران، لگن، شکم، قفسه سینه، بعد شانه ها، بازوها، دستها، گردن و در نهایت صورت و سر. کل بدن، جز به جز. نکته کلیدیش اینه که وقتی توجه روی هر قسمته، با یه بازدم عمیق تصور کنیم هرچی گرفتگی یا تنش اونجا هست داره با بازدم میره بیرون. آها، پس فعالانه رها می‌کنیم. هدف اینه که بخش به بخش بدن سبکتر و رهاتر بشه. این خیلی شبیه همون بادی اسکن هست که توی ذهن آگاهی استفاده میشه، ولی با اون دستور رها کردن تنش با بازدم یکم فعالتر انگار. آره، انگار یه کاری باید انجام بدیم. جذابیتش اینه که ما رو میبره سراغ جاهایی از بدن که شاید اصلا حواسمون بهشون نیست. خیلی وقتا ما تنش رو ناخودآگاه ذخیره میکنیم، شونه‌های سفت، فک قفل شده. درسته. این اسکن کمک میکنه اول اینا رو ببینیم، شناسایی کنیم، بعد با گره زدن رهاسازی به بازدم یه عمل فیزیکی رو به یه قصد ذهنی وصل میکنیم. این خیلی میتونه مؤثر باشه. حتی جالبه که صرف توجه کردن به یه قسمت خودش میتونه به آرامشش کمک کنه. انگار نور توجه رو میتابونیم بهش. دقیقاً. خیلی خوب. حالا میریم مرحله 4 که راهنما میگه عمیق‌تره. تصویرسازی هدایت شده. اینجا 2 تصویر قوی داریم. اول میگه خودتون رو مثل یه درخت بزرگ و قوی تصور کنید. درخت، نماد پایداری. آره، با هر دم حس کنید ریشه هاتون داره عمیق‌تر توی زمین فرو میره. حس اتصال و امنیت. و با هر بازدم تصور کنید اضطراب و نگرانی ها از طریق همین ریشه ها میرن توی زمین. زمین جذبشون میکنه. این استعاره درخت فوق‌العاده است. درخت نماد زندگی، قدرت، اتصال به زمینه. وقتی خودتو مثل درخت ریشه‌دار تصور می‌کنی، داری این کیفیت‌ها رو به درون خودت دعوت می‌کنی. حس استحکام میده. دقیقاً. بهش میگن گراندینگ یا زمینگیر شدن. برای کاهش اضطراب عالیه. انگار خودتو توی لحظه حال محکم می‌کنی. و اون ایده فرستادن انرژی منفی به زمین یه تصویر خیلی قوی برای پاکسازیه. به جای نگه داشتنش بهش راه خروج میدی. تصویر قدرتمندیه واقعا. خب تصویر دوم چیه؟ راهنما میگه حالا یه نور طلایی، گرم و درخشان رو تصور کنید که از بالای سرتون وارد بدن میشه. نور طلایی؟ آره، از تاج سر میاد پایین، مثل یه مایع گرم یا انرژی لطیف. آروم آروم کل بدن رو پر میکنه. سر، صورت، گردن، شانه ها، دست ها، سینه، شکم، پاها تا نوک انگشتای پا. تمام بدن رو غرق نور میکنه. با هر نفس این نور انگار گرمتر و روشنتر میشه. همه سلول ها پر میشن از حس آرامش، امنیت و سبکی. چه حس خوبی باید باشه. راهنما تاکید میکنه چند دقیقه تو این حالت غرق در نور بمونید. با دم نور و آرامش رو جذب کنید و با بازدم باقی مونده ی تنش رو بیرون بدید. نور طلایی هم یک کهن‌الگوی خیلی قویه. نماد خرد، روشنایی، انرژی مثبت، شفاست. گرمام هم که ذاتاً آرامش بخشه. دقیقاً. حس امنیت و راحتی میده. حرکت نور از بالا به پایین هم مثل یه دوش پاکسازی کننده و شارژ کننده است. مهمتر از خود تصویر، قدرت ذهن ما در پاسخ به این تصویره. یعنی چی؟ یعنی ذهن ما فرق زیادی بین تجربه واقعی و تجربه زنده و شفاف تصور شده نمیذاره. وقتی شما عمیقاً اون نور گرم و امن رو حس میکنی، بدنت هم واکنش نشون میده. هورمون‌های آرامش ترشح میکنه. آها، پس بدنم همراهی میکنه. 100%. و اون تاکید بر چند دقیقه ماندن هم خیلی مهمه. برای اینه که حس عمیقاً نفوذ کنه، تثبیت بشه. فقط یه جرقه لحظه‌ای نباشه. مرحله تعمیق آرامش پس. کاملا. بسیار خوب. بعد از این غرق شدن در نور میرسیم به مرحله آخر، 5. بازگشت.
راهنما میگه حالا وقتش آروم آروم برگردیم به حالت عادی ولی با حفظ آرامش. اول توجه رو بیاریم به حس بدن روی صندلی یا زمین، به صداهای اطراف. آگاهی از محیط، بعد خیلی آروم انگشتای دست و پا رو تکون بدیم. فعالسازی مجدد بدن، یه نفس عمیق دیگه بکشیم و با بازدمش حس کنیم کاملا هوشیار و حاضریم. و آخر سر هر وقت آماده بودیم چشم‌ها رو آروم باز کنیم. این بازگشت تدریجی هم خیلی مهمه. مثل اینه که از غواصی عمیق آروم بیای بالا. مقایسه خوبیه. این مراحل آگاهی از محیط، تکون دادن انگشتا، نفس عمیق، باز کردن چشما کمک میکنه اون آرامش رو با خودت بیاری به حالت بیداری. که همراهمون بمونه یعنی. دقیقاً. که توی همون اتاق مدیتیشن جا نمونه. یه پل میزنه بین آرامش عمیق و زندگی روزمره. عالی بود. پس یه مرور خیلی سریع بکنیم چی شد طبق این راهنما. با آماده سازی شروع کردیم، فضا و حالت پذیرنده. بعد با تنفس 4-2-6-2 سیستم عصبی رو آروم کردیم. مرحله فیزیولوژیک. بعد با اسکن بدن تنش‌ها رو پیدا و رها کردیم. بعد رفتیم سراغ تصویرسازی. درخت برای پایداری و رهاسازی، نور طلایی برای غرق شدن در آرامش. بخش عمیق‌تر. و در آخر هم با یه بازگشت آروم حس خوبش رو آوردیم به زمان حال. راهنما در پایان تبریک میگه و میگه شما یه تمرین کامل آرامش رو انجام دادید. و یه نکته مهم دیگه هم میگه. انجام منظم این تمرین، مثلا روزی 1 بار یا چند بار در هفته، باعث میشه بدن و ذهن شرطی بشن و سریعتر به آرامش برسن. این نکته شرطی شدن خیلی کلیدیه به نظرم. خب همه اینا یعنی چی برای شنونده؟ به نظر یه ابزار مشخص در دسترس و عمیق معرفی شده که هر وقت لازم شد میشه ازش استفاده کرد. دقیقاً. و اون مفهوم شرطی شدنی که گفتی، یعنی این تمرین فقط یه مسکن موقت نیست. بیشتر شبیه یادگیری یه مهارته. مهارت آرامش؟ آره، مثل یاد گرفتن موسیقی یا یه زبان جدید. هرچی بیشتر تمرین کنی، اون مسیرهای عصبی آرامش تو مغزت قوی تر میشه. بدن و ذهنت یاد میگیرن که با این سیگنال ها، ریتم نفس، تمرکز رو بدن، تصاویر خاص، سریعتر و راحتتر برن تو حالت آرامش. پس تبدیل میشه به یه همراه قابل اعتماد. همونطور که راهنما گفته، برای مدیریت استرس روزمره و پیدا کردن یه منبع آرامش درونی. این دیدگاه مهمه چون نشون میده آرامش یه چیز بیرونی نیست که منتظرش باشیم، یه قابلیته که میتونیم پرورش بدیم. پرورش آرامش به عنوان یک مهارت، این نگاه جالبیه. و شاید یه سوال خوب برای بعد از تمرین این باشه که از خودمون بپرسیم چطور میتونم ذره‌هایی از این حس آرامش، این اتصال به زمین، این نور درونی رو تو طول روز با خودم نگه دارم. یعنی تو دل شلوغی ها، لحظه حس کردن پاها رو زمین، تو موقعیت‌های سخت روزمره به کار برد. سوالات خوبیه برای فکر کردن و امتحان کردن. خب امیدواریم این بررسی قدم به قدم تمرین ریشه تنفس نور بر اساس راهنمایی که داشتیم براتون مفید بوده باشه. دیدیم که یه روش ساختاری یافته و در عین حال قابل فهم برای رسیدن با آرامش درونیه. اگه حس می‌کنید میتونه کمکتون کنه، شاید ارزش امتحان کردن رو داشته باشه. ممنون که در این کاوش با ما همراه بودید.